مثل اینا ما اینجا وایسادیم گرفتیم. مزهش مثل زلبیا بامیای خودمون میمونه، یه چیزی بین زلبیا بامیه است و دونات ایرانی که مینداختن داخل نون پنجره‌ای که مینداختن داخل روغن سرخ میشد بعد داخل شکر میزدن. اینجا قراره که فرناز خانم دیگه رانندگی بکنه، یه خورده ما استراحت کنیم، بقیه رانندگی کنن. تصویری رو که مشاهده میکنید بهش میگن یک اثر هنری. ماست با بلوبریه، با میوه‌های جنگلی که مخلوطی از بلوبری، پمشک و توت فرنگیه. ما اومدیم شهربازی. من الان اومدم نگاه کنم که ببینم داستان این پارکینگ به چه صورت. 15 یورو باید بدیم بابت پارکینگ برای یک روز. نگاه کن ماهیاش اصلا نمیترسن، در سطح آب شنا کنن. به به، خلاصه خیلی زیباست دیگه. جاتون خالی، کاش که همه بتونن یه روزگاری همینجوری مثل ما که کیف میکنیم شاد بشن، خوشحال باشن، لذت ببرن از زندگی. بعد برای اینکه خیلی قشنگ حس و حال بگیریم، حتی اینایی هم که در تمیز میکنن لباسا اینجوری میپوشن که بچه ها حس کارتون رو قشنگ درک کنن. سلام، وقتتون بخیر. من دوباره برگشتم با روز ششم از مسافرت. اتفاقاتی که تا الان افتاده، ماشین هنوز به یه تخته صحیح و سالمه. صبح بیدار شدیم، وسایلامون رو جمع و جور کردیم، خونه رو تمیز کردیم، همه چیزا رو بار زدیم، چیزایی هم که دیگه نمی‌خواستیم و لازم نداشتیم ریختیم دور. خیلی بهتر شده از قبل، نه؟ تو کامنت ها بنویسید که نظرتون چیه، پیشرفت کردم یا نه. آره، من خلاصه وسایل‌ها رو قشنگ جا دست دادم و مرتب کردم و همه چی رو گذاشتم سر جاش. اینجا فقط مونده چمدون فرناز بیاد، وسایل‌ها بقیه‌اش عقبه. اینجا هم که خالیه، قراره که یخچال بیاد. داستان به این صورتی که آیناز نمیدونه من و فرناز 2 روز پیش وقتی که رسیدیم اینجا و تصمیم گرفتیم که تو سفر برگشت برای آیناز و خودمون بلیت شهربازی تهیه کنیم از یکی از شهرهای دیگه و بریم اونجا. سر راه برگشتمون تو مسیرمونه به اسم شهر تامپره. امروز داریم میریم تامپره ولی آیناز نمیدونه. قراره بریم اونجا شب هتل بخوابیم، فردا بریم شهربازی، شبش هم هتل دوباره بخوابیم، روز بعدش حرکت کنیم به طرف شهر خودمون. ولی آیناز نمیدونه، فکر میکنه که الان ما داریم مستقیم میریم شهر خودمون. میخوایم ببینیم که وقتی رسیدیم اونجا چه عکس‌العملی رو نشون خواهد داد. اینم از چوررویی که ما گرفتیم. اینجا یه دونه فروشگاه مثل حالت دکه مانند بود که چوررو درست میکردن. چوررو هم برای اونایی که نمیدونن یک غذای خیابونیه که اصلش از اسپانیا میاد. مزهش مثل اینا ما اینجا وایسادیم گرفتیم. مزهش مثل زلبیا بامیای خودمون میمونه، یه چیزی بین زلبیا بامیه است و دونات ایرانی که مینداختن داخل نون پنجره‌ای که مینداختن داخل روغن سرخ میشد بعد داخل شکر میزدن. ولی خب کاری که میکنن اسپانیایی‌ها چون خیلی شیرینی دوست دارن، با سس شکلات یا سس کارامل اینو معمولا میزنن داخل اون، بعد از اینکه شکر مالش کردن میندازن داخل اون. اینجا یه دونه دکه گذاشته بود برای فروش. بعد ما خیلی وقت بود نخورده بودیم و اینا، تو این دوران کرونا هم نشده بود بریم مسافرت، به یاد اون دوران از اینجا تهیه کردیم. اینم از بستشه. قیمتش هم اگر که میخواید بدونید چجوریه، 7 تاش 7 یورو اینجا میفروخت، 12 تاش 10 یورو. ولی خب این خانم ما داشتیم ازش بلاگ میگرفتیم،
اومد سنگ تموم گذاشت، یه دونه اضافه هم برامون گذاشت روش. دستش هم درد نکنه. اینم از این. اگر که اومدید اینجا پلوی همون شاپینگ سنتر یا همون مرکز خریدیه که الان رفتیم سابوی گرفتیم، پلوی اونجا اینم گذاشتن. خیلی خوب، ما هم دیگه فکر کنم واقعا بزنیم به راه. الان 3 دقیقه به 4 بعد از ظهر، دیگه مسیر طولانی هست و ما هم بریم دیگه تا به تاریکی شب بر نخوردیم برسیم به مقصدمون. با ما همراه باشید داخل جاده. محلی 4:51 دقیقه بعد از ظهر، دمای هوا 27 درجه. اینم از بیرون. ابرهای بسیار تیره و باران‌آور دارن میان به سمت ما. وضعیت جوی چندان مساعد نیست. ما باید بریم به طرف واسا. هنوز همچنان جاده E8 که رفته بودیم داریم برمیگردیم و 3 ساعت و 43 دقیقه دیگه تا مقصد بعدی نوشته. اگر بکوب بریم باید رانندگی کنیم 317 کیلومتر. بد نیست، فقط آره سومین خروجی ها باید بریم به طرف واسا. تنها بدیش به اینه که هر 5 دقیقه یه بار سرعت عوض میشه، 80 60 میشه 100 میشه. این شهرکای کوچولویی که تو جاده قدیم هست هم دوربین گذاشتن، سخته دیگه. باید حواست به جاده باشه، نمیشه راحت بکوب بری. لحظه به لحظه باید مراعات بکنیم که دوربین جریممون نکنه. اینجا یه بار من 52 کیلومتر الان باید مستقیم بریم. اینجا یه دوربینی هست که 3 سال پیش منو گرفت. اینجا 2 کیلومتر داشتم بالای سرعت میرفتم. پشت این درخت هم هست. الان این ور خیابون ببینید، این جعبه سفیده، این منو گرفت. بعد از 2 هفته نامه فرستادن در خونه، گفتن که جناب عالی داشتی 2 کیلومتر سرعت زیاد میرفتی، اگه 3 کیلومتر بالاتر از حد مجاز بود جریمت میکردیم. منتها این فقط به شما یک اخطاره، بیشتر رعایت بکن. بسیار خب، ما غذامون رو خوردیم. گفتم که قبل از اینکه راه بیفتیم این منطقه رو بهتون نشون بدم. همینجوری که می‌بینید این جاده اصلیه. بعد یه دونه خروجی گذاشتن اینجا، خیلی خروجی کوچولویی گذاشتن اینجا که بشه از جاده اصلی خارج بشی. یه دونه نیمکت هم گذاشته بودن که ما نشستیم اینجا غذامون رو خوردیم. یه پارکینگ هم گذاشتن اینجا که میتونن مردم بیان پارک کنن ماشیناشون. از اینجا یه راهی هست که میرن پایین و اونجا میتونن شنا بکنن. این هم از اینجا. بعد اینجا قراره که فرناز خانم دیگه رانندگی بکنه، یه خورده ما استراحت کنیم، بقیه رانندگی کنن. همش که نمیشه که ما زحمت بکشیم بقیه کیف کنن. خب ما بشینیم بقیه رانندگی بکنن. اصلا می اول راه افتاده مشکلی پشه اشکال نداره. پشه کم کم میره خودش. برو بیرون دیگه. میخوای من رانندگی کنم؟ نه. فکر کنم میخواد من رانندگی کنم. در بهانه پشه میاره. در خوب کار میکنه. میخوای من برونه. بقیه‌اش هم امتحان کن بیا کلی.
ده خوب. خلاصه اینم از اینو. آیناز خانم هم عقبه. آیناز همه چی اوکی؟ آره یه چرت هم خوابیده، همه چی اوکی. اوکی ما بریم داخل جاده بهتون ملحق میشیم. خیلی خوب ما رسیدیم، حدود 35 کیلومتر مقصدمون فاصله است. شوفر عوض میشه. خیلی ممنون از رانندگی شما، دست شما در نکنه. شوفر اصلی میشه. اینجا هم از وسط خیابون براتون گفتم یه صحنه بگیرم. اینجا هم گفته که از این طرف اگر حدود 300 متر بیاید مرغداریه، میتونید برید مرغ زنده تهیه کنید. گندمزار، ماشین. من از شوفر. خیلی خب ما رفتیم چکینمون رو کردیم داخل هتل، بهمون کلیدم دادن. بعد نگاه کردیم اونجا یه جای پارک پیدا شد، خیلی بهتر بود از اینجا که دوریم. حالا داریم میریم ماشین رو بذاریم اونجا. فرناز و آیناز وایسادن اونجا که جا پارک برامون نگردن. این کار ایرانی تا ما بریم و بتونیم پارک بکنیم. حالا اگه این نره جامون اونجا پارک. خب من دوربینم داخل ماشین جا گذاشتم. الان این اتاقی که به ما دادن، بذار ببینیم این کارتش هم مدلش فرق داره از این قدیمی ها هست. بریم داخل، جایی هم نداره بزنیم. اینو فقط باید بزنیم اینجوری که مین سویچه، این چراغاشه. اینم نمیدونم چیه. خیلی خوب، از در که میایم تو، اینجا یه جایی گذاشتن برای کتا و اینا که آویزون بکنیم. یه دونه کمد داره، یه دونه کمد هم این وری که داخلش میز اتوه. یه داف صندوق اون پایینه. چند تا جام گذاشتن برای کفشاتون رو بذارید. برای پتو و متوهای اضافه و اینا هم اون بالا گذاشتن با حوله. این داخل اکثر هتل‌هایی که از دهه 80 به بعد داخل فنلاند ساخته شدن یه چیز مد بوده. البته این هتل دیگه الان نباید داشته باشه ولی خب قدیمیه. اینا هنوز ورش نداشتن. برای جای اینه که چمدونتون رو بذارید روش. یه حالت تاشا داره که هیچ وقت نمیشکنه. تلویزیون، دو تا لیوان، مینی بارش هم درش قفله. کدوم ولی باز میشه نمیدونم. یه دونه میز کار گذاشتن، یه دونه صندلیه، یه آینه متوسطه، تلویزیون 32 اینچ فیلیپسه، یه دونه تخت اضافه گذاشتن برای آیناز، دو تا تخت جدا گذاشتن. بعد این هم نمای بیرونیه رو به دریاچه. به ما اتاق دادن، طبقه دوم هستیم. یه دونه عکس هم گذاشتن اینجا به دیوار. آیناز هم که خپیه با اتاقش. آره فرناز هم داره بارا رو میاره، زحمت میکشه، دستش درد نکنه. ما دوباره اومدیم داخل هتل. یه آینه هم اینجا گذاشتن قدی. دستشویش خیلی بزرگتر از دستشویی قبلیه. یه آینه خیلی بزرگی داره. یه دستشویی اون کناره. دو تا لیوان اینجاست، حالت سنگ مرمر هم کار کردن. سشوار اینجا هم به این صورت باز میشه. این پشت دوشه. آره آیناز هم هپیه. اینجا هم دوباره دو تا چیز گذاشتن، محصولات فیسه. به این صورت هم بسته میشه.
خیلی خوب، این هم دستشویشه. این هم برای وضو گرفتنه یا برای شستن خودمون به صورت اسلامیه. قنبال شد. به قول آیناز قنبل شروع. دیگه اینم از اینو. آره اینم از کل اتاق. نگاه کنید چی دارم. آره آیناز همیشه سریع میگرده ببینه دستمال کاغذی ها کجاست. خیلی خوب، اینم از روم تور ما بود. من برم وسایل رو جا بدم، یه سری از باتری ها رو بذارم شارژ بشه، بعدم برم پایین از داخل ماشین دوربین رو بیارم، به خاطر اینکه خیلی عجله داشتیم جای پارکمون رو از دست ندیم. من فراموش کردم دوربین رو بردارم. با ما باشید، در ادامه شب به شما ملحق خواهیم شد. خیلی خب، اتفاقی که افتاد این بود که ما رفتیم پایین داخل لابی هتل، همه غذاهاشون تموم شده بود. بعد از رسپشن پرسیدیم، گفتش که ما هیچ چیزی نداریم، باتری موبایل ما هم تموم شده کلا. پرسیدیم کجا چیکار میتونیم بکنیم، به ما آدرس اینجا رو دادن، گفتن که تا ساعت 12 شب بازه. الان ساعت 11:50. بعد من و آیناز دوتایی با هم دیگه تون دویدیم سوار ماشین شدیم. فرناز گفتش دیگه من نمیام آماده بشم و فلان اینا، طول میکشه، شما برید. من و آیناز دویدیم داخل ماشین و روندیم اومدیم اینجا. بعد هیچ ایده ای هم نداشتیم چه غذایی بخوریم، چی دارن چی ندارن. دیگه همینجور آره چیکن نگتس نداشتن. آیناز بهشون گفت چی دارین؟ گفتش که ما فقط فیله داریم. خلاص حالا فیله گرفتیم و اینا تا برامون آماده بکنن ببریم. بریم ببینیم غذامون آماده شده. خب اینم شادی یه بچه‌ای که ساعت 12 شب به غذاش رسیده. خلاصه ما هم پدر و مادر نمونه ایم دیگه. حتما مطمئن میشیم که بچه‌هامون غذای شب رو میخورن. ما غذامون رو گرفتیم، بریم سوار ماشین بشیم، بریم هتل ببینیم داستان چیه. ما بریم غذامون رو بخوریم تا از دهن نیفتاده. فردا بهتون ملحق میشم. لایک کنید، سابسکرایب کنید. فراموش ندید که حتما اون پایینم یه چند تا کامنت برای ما بذارید. قلب قرمز بذارید اگر که با من موافقید، قلب آبی بذارید اگر که با فرناز موافقید. خوب خوش سلامت باشید. قلب صورتی نه، قلب بنفش همان یاست. من دوست دارید. اگر آیناز رو دوست دارید براش قلب بنفش بذارید. با پیشی. آره فعلا خداحافظ. خب سلام، امروز روز 8 ما دوباره وارد یک روز جدید و یک پروسه جدید از زندگی شدیم. صبح بیدار شدیم اومدیم صبحانه بخوریم. الان اتفاقی که افتاد، ما یه سری برنامه ها داشتیم برای امروز. باید ویدیو قبلی ببینید، داخلش توضیح دادن چه داستانی، لینکش میذارم کنار. اتفاقی که برای ما افتاد، بیرون داره بارون میاد، بدجورم داره بارون میاد. تا ساعت چند؟ تا ساعت 1 بعد از ظهر قرار بارونی باشه. حالا ما چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ باید فکر کنم تا آخرش بشینیم اینجا یه صبحونه بخوریم. نمیدونم حالا داستانمون چی میشه. این هم از صبحانه است. طبق معمول من بیکن دارم، کاهو دارم، گوجه دارم، BLT دوباره. این دفعه گفتیم که یه خورده سوسیسو از این لوبیاهای کره‌ای هم بخوریم. آیناز خیلی سلامتی داره میخوره، هویج میخوره با خیار. فرنازم که تموم کرد رفت. ما هی اینجا پرسه زدیم طول کش. آره آیناز صبحانه‌ش رو شکل موش درست کرده بوده با یک لیوان شیر که کلسیم بدنش تامین بشه. ما هم حالا یکم بخوریم ببینیم داستان چی میشه. با ما همراه باشید. احتمالا میریم یه تور هتل گردی ببینیم جای مختلف هتل چیه، براتون خبر تهیه میکنیم. تصویری رو که مشاهده میکنید بهش میگن یک اثر هنری. ماست با بلوبریه، با میوه‌های جنگلی که مخلوطی از بلوبری، پمش و توت فرنگیه. دسر این خانومه. دسر آیناز چیه؟ مارشملو با بیسکویت جو. بچه ما خیلی بچه سالمیه. از اون وقت بیسکویت جو میخوره، از اون وقت شیر میخوره، از اون وقت هویج میخوره با خیار. ولی تو این چند روز حسابی پدرش در آورد از بس که بستنی شکلاتی خورد. خوشمزه؟ آیناز
خوشمزه؟ بخور. منم همچنین در حالا BLT زدنم، بیکن لتس توماتو. فراموش نکنید حتما امتحان کنید، خیلی عالیه. یعنی بیکن کاهو با گوجه، با هر نونی هم، از لواش گرفته تا نون فانتزی، نون ساندویچی، نونای جدید رو نمیدونم چیه. فقط با سنگک نزنید، با سنگک فقط پنیر و گوجه میچسبید با کباب. اما باشید. ما صبحونه رو خوردیم همونجوری که میبینید. فرناز ماسکشو زده، من هنوز نزدم چون دارم صحبت میکنم. اینجا یه تمریناتی زدم برای بچه‌ها تو مایه. آره تو مایه پیک نوروزی خودمون که بچه‌ها که میان اینجا خیلی سر به جون پدر مادر نکنن که بابا جون من بلند شو بریم، من گشنمه، من تشنمه، من خسته میشدم، من حوصله‌ام سر رفته. اینا رو دادن، گفتن که یه سری کاغذ چسبوندن به در دیوار این هتل، طبقات مختلف آسانسور و جای عمومی، گفتن که برید جواب سوالا رو پیدا بکنید. وقتی که جواب سوالا رو پیدا کردید میاد اینجا دم پذیرش تحویل میدید، بعد ما بهتون یه جایزه میدیم اگه همه جواب درست باشه. و برای اونایی که خیلی بچهای کوشایی هستن و افاقه نمیکنه بهشون که اینا جواب بدن، بونس راند هم گذاشتن. یعنی قسمت بونس رو اگه که جواب بدی یه جایزه خیلی بهتر دست میگیری. حالا ما قراره که با ایناز بریم چون همچنان بارش باران ادامه داره، بریم بیرون ببینیم که اینا رو جوابا رو پیدا میکنیم. 3 تاشو دیشب پیدا کرده، خیلی علاقه داشته تا رسیده تو هتل. بریم ببینیم بقیه‌اشو پیدا میکنه، یه سری هم بزنیم جای مختلف هتل. خب اینی که میبینید اینجا یه بالابری گذاشتن داخل هتل که این 5 تا پله رو برای اونایی که با ویلچرن یا توانایی‌های جسمانیشون برای راه رفتن بعد یکم اینجا غیژی میزنن، دکمه میاد بالا، میرن سوار میشن میرن پایین که بتونن برن رستوران پایینم بشن. البته رستوران بالا هم داره ولی اگه دوست داشتی رستوران پایین بشینی. یه دونه فوتبال دستی گذاشتن اینجا، یه دونه میز بیلیارد، تلویزیون هم معلوم نیست برای کی داره پخش میکنه. این هم از داستان اینجا. بریم بیرون ببینیم هوای بیرون چه صورتیه. خب از قرار معلوم قفله، نمیشه رفت بیرون. این هم یک اثر هنری صینی دوران هخامنشیه، اومده اینجا الکی مثلا. اسم هتل هم اگر که هنوز براتون کلید شده، هتل اسمش اسکندیک روزندال هست، یکی از 4-5 تا اسکندیک که تو شهر تامپره هست. ولی خب این یکی از قدیمی ها هست که ما اومدیم اینجا به خاطر اینکه موقعیت جغرافیایی خیلی زیبایی داره، کنار یه دریاچه خیلی قشنگه. اینم رستوران حالت لابی بار قسمت بالاه. حالا از اینجا بریم بیرون رو ببینیم. از این هم گذاشتن اسکوتر برقی، اگر که خاصی بپری روش بری شهر رو بگردی برای خودت. اما البته بیرون همچنان در حال بارش بارانه، دمای هوا 25 درجه سانتیگراده. یه بچه هم بوق زد. آها قطار راه افتاد همونطوری که میبینید. یه قطاری هم گذاشتن دم در هتل به سلامتی. اگرم براتون سواله که این چیه که داره میکشدش، تراکتوره، لوکوموتیوش یه تراکتوریه. معلوم نیست تا کجا میخواد بره. وایساده که این رد بشه. ولی موقعیت هتل بسیار زیباست. همونجا میبینید چه جنگل زیبایی پشت سر این هتله. خب اینجایی هم که میبینید اتاق بازی بچه ها هست. گذاشتن که بچه ها بیان اینجا، یه دونه پلی استیشن 4 براشون گذاشتن اینجا که بشینن بازی کنن. و اینجا هم دیگه برای بچه های کوچیک‌تر خانه بازی کنن. خب اینجا هم یه قسمت دیگه ایه که داخل قسمت کنفرانس روم ها هست. یه دونه پلی استیشن هم اینجا گذاشتن برای بچه ها بازی بکنن با یه سری از این دوشک مشکایی که بیان عملیات آکروباتیک انجام بدن. نمای بیرون درختای
میپل میشه چی؟ افرا. بچه هم دارن اینا رو درست میکنن. Ilman häplikään hevosen. Anna aamutoffeli, Ville villasukka, Peppi pitkä tossu. جوابشو داخل کامنت ها برای من بنویسید، جواب این سوالو. Peppi. خب آیناز جواب سوال بهتون داد. اگر که توی کامنت ها جواب داده بودید شماره 2 شما درست حد زدید. فنلاندیتون خیلی خوبه. خب اینجا هم همونجوری که میبینید جیم یا باشگاه با کلید اتاق درش باز میشه. این هم تجهیزاتیه که گذاشتن. یه مشتی دنبل گذاشتن اینجا، یه دونه از این چیزایی که روش میخوابن دنبل میزنن، 2 تا تردمیله و یه سری چیز دیگه، 2 تا دوچرخه هم اون پشته. بعد اینجا هم حوله گذاشتن که اگه خواستید استفاده کنید، تلویزیون هم گذاشتن اگر که موقع ورزش خواستید نگاه کنید. کلا برای یه هتل تجهیزاتش اوکیه. یه دونه هالتر هم گذاشتن اونجا، خوبه. دستشون هم در نکنه. معلومه که فنلاندیا خیلی علاقه دارن به جیم. همونجوری که میبینید چقدر شلوغه. روی در اینجا هم نوشته که تجهیزات ورزشی رو قبل از استفاده و بعد از استفاده لطفاً تمیز کنید. اینجا انگلیسیش نوشته، من دیگه چه دارم فهمیدش. اینم از جیم. خب از جیم که بیایم بیرون، این راه رو مستقیم بریم. ما الان طبقه زیرزمین هتلی. اینجا یه دونه سانا هست که اگر که بخوایم به طور مثلا جمعی بیاین استفاده بکنین، همه داخل یه سانا باشین، از این استفاده میکنین. البته باید یه مبلغی رو پرداخت کنین. معمولا فنلاندی خیلی علاقه دارن به سانا. سانا هم تنها لغت که از زبون فنلاندی وارد زبونهای دیگه شده و همه میدونن اصل این لغت فنلاندیه و توی کل کشور فنلاند بالغ بر 4 میلیون سانا وجود داره. تعجب نکنید به خاطر اینکه اکثر خونه‌ها یه دونه سانا دارن. اینجا هم میشه برای استخر هتل. حالا بعدا من بهتون نشون میدیم. یکی دیگه از این بالا برام اینجا گذاشتن که اگر که خواستید بیاد برید شنا کنید، از این استفاده کنید. بچه ها همچنان دارن میگردن ببینن جواب سوالا کجاست. بله ببخشید من دیر کردم. خب آیناز هم پر کرد کاغذش رو. الان خوش خوردن داره میره جایزش تحویل بگیره. ببینیم چه جایزه‌ای به آیناز میدن. خدا برو بابا. Joo, niin totta kai. Kaikki oikein. Sä saat sen pienen kalvon. Joo, mä voin tarkistaa sen vielä. Eli muistatko mikä se oli sitten? Kiitos. Ne näyttää olevan ihan eri varauksia, kun oli eri henkilömäärä. Ihan oikein. Kaikki oikein. Sä teit hienosti. Siinä on sulle pieni kiitos, kun sä teit. Ja haluatko sä pitää tämän muistona? Ole hyvä. Tästä kuitenkin ole hyvä. چی آیناز؟ Kiitoksia oikein paljon. Ihanaa kesänjatkoa. بهش یه بسته کوچیک مداد رنگی دادن احتمالاً. چیه توش؟ Lisätehtäväkin on hyvänen aika. Tuossa on asia. با یه کتابچه بهش دادن. کتابچه چیه داره خودش؟ دادن که رنگ کنه برای خودش خوشحال باشه. خب اینم از هدیه آیناز. هم ورزشش کرد، همه جای هتل رفت پیدا کرد. یه دونه از اینا هم بهش دادن که شاد و خرم باشه. این دستگاهی هم که اینجا می‌بینید برای کفش تمیز کردنه. یعنی دیگه واکسی نیست اینجا. این خودش واکس میزنه براتون.
ما بریم طبقه بالا. ایناس خوشحالی؟ هپی هستی؟ ایناس خوشحاله. بره مشغول بشه و رنگ‌آمیزیش. ما بریم ببینیم داستانمون به کجا خواهد رسید. با ما باشید. اوکی، ما برگشتیم دوباره. داریم امروز میریم بیرون. هوا هم خوب شد، به سلامتی افتاد در اومد. دیگه ببینید برش ما خونمونه. آره. داریم میریم الان بیرون. این فرناز خانم حرفی داری فرناز خانم؟ فرناز خانم حرفی داری؟ بگو. برشم ویدیومون همون تمام شد لایک بزنید و من ویدیو برای خودتون میکنیم. میریم داخل ماشین بهتون ملحق میشیم. خب اینم از بیرونه. گفتم تو ماشین بهتون ملحق میشیم ولی خب اینجا روشن کردم که بگم ایناس هنوز نمیدونه داریم میبریم شهر بازی. فکر میکنه الان دیگه میخوایم بریم فقط یکم شهر رو بگردیم بعد بریم وسایلامون رو جمع کنیم بریم. حالا یه جایی ما باید بهش بگیم ببینیم چه احساسی بهش دست میده. فعلا ما بریم رانندگی کنیم به طرف شهر بازی. خیلی خب ما اومدیم شهر بازی. من الان اومدم نگاه کنم که ببینم داستان این پارکینگ به چه صورت. 15 یورو باید بدیم بابت پارکینگ برای یک روز. همون جایی هم که بلیتمون رو تحویل میگیریم همونجا هم پرداختش میکنیم. قرار نیست که بذاریمش روی شیشه جلوی ماشین، فقط قرار همراهمون باشه. وقتی که داریم میریم از اینجا از همون میپرسن که پارکینگ کلیپتون کجاست، تیکتتون کجاست، ما بهشون نشون میدیم. من از اکسایتدی میخوای سوار کشتی بشی؟ آره من میتونم کشتی های کوچولوه. آره؟ بزرگه ما میبینیم تو اونجا. دوست داری سوار کشتی شی؟ یا بیشتر دوست داری بری لیمن دوست داری بری شهر بازی؟ کشتی یا شهر بازی؟ کوچولو بودا. بیشتر دوست داری بری لیمن شهر بازی یا کشتی؟ دوست داری بری شهر بازی؟ نمکی بازی کنی، چی پرت کنی، جایزه بگیری؟ راستشو بگم ما داریم میریم شهر بازی. خواستیم سورپرایز داریم میریم شهر بازی. میخواستیم ایناس کوچولو رو سورپرایز کنیم. سورپرایز شدی؟ آره؟ نمیدونستی؟ بالا پایینی بپر سورپرایز شدی خوشحال بشو. ما وارد محوطه شدیم. این چیزامون هم وصل کردیم. بهمون از این دستبندا دادن، گفتن که وصل کنید به دستتون. اینجا همه شهر باز. آره کاری که آیناز خانم انجام داده اینجا ما حواسمون نبود، رفت نقشه برداشت که بدون ما کجا باید بریم، کجا سوار بشیم و اینا. دستش هم درد نکنه. الان این در ورودی منطقه است که بچه‌ها رو اندازه میگیرن، بنا به اندازه قدشون میتونن اسباب بازی مختلفی رو سوار بشن. حالا بریم آیناز هم اینجا قد بگیریم. خب اینجا رو که میبینید ورودی پارکه که یه منطقه آکواریومی درست کردن داخل. دیگه ماهی ها هست، دیگه سرزمین ماهی ها هست. بعدا میریم به اونجا هم سر میزنیم. این هم بزرگترین تاوریه که یه برجیه که داخل این شهر هست. ارتفاعش 110 طبقه است که با چیز میره، با آسانسور میره اون بالا. بالا هم رستوران و اینا هست. بعد از این طرف که حرکت بکنیم بریم یه منطقه کوچیکی رو درست کردن مثل حالت مزرعه مانند برای بچه‌ها، چون اکثر بچه‌ها داخل اروپا خیلی از حیوانات رو مثل مرغ و گوسفند و بز و چه میدونم خرگوش و خوک و این چیزا رو ندیدن توی محل طبیعی زندگیشون. به خاطر همین اینجا رو درست کردن که بچه‌هایی که معمولا تو آپارتمان شهر زندگی میکنن بیان اینجا رو ببینن، با حیوانات روستایی ما آشنا بشن. خب حالا ما از این پلا داریم میریم بالا که کجا بریم فرناز؟
اینجا یک قایقی هست که از زیر این آبشار رد میشه. قراره که بریم اینها از این قایقا قراره سوار شیم، یکم خیس بشیم، از این زیر بریم. حالا میریم براتون گزارش تهیه میکنیم. خب اینجا سکویه که این قایقایی که خالی میشن میان اینجا قرار میگیرن و همینجوری که میبینید صفه. ما ریزه ریزه باید اینجا بریم، حواسمون هم باشه که سرمون گیج نره بیافتیم. بریم سوار قایق بشیم. خوبش بینه که گنجایش قایقا بزرگه، اگه خانوادگی هم آدم بخواد بیاد میتونه همه داخل یه دونه قایق سوار شن. ما 6 نفرم قبلا اینو سوار شدیم، هیچ مشکلی هم پیش نیومده. آره شما هم بودی؟ دوستش داشتم. آره؟ خیلی. خیلی انقدر خندیدی که نگو. همش میگفتی دوباره بریم دوباره بریم. نشدی من اینه دوست دارم. آره یه خورده آیناز اول کار ترسیده بود اما الان داره یخش باز میشه. ما هم بریم ببینیم که دنیا دست کیه، بریم سوار شیم. گویا اینم قایق ما هست، بریم آروم آروم سوار شیم ببینیم که چجوری برامون نگرش میداره. آیناز هم داره میره بقیه که کم کم با فرناز برن سوار بشن. وقتی که روش حرکت میکنیم دیگه اوکی میشه. اولش که میخوای سوار شی فقط یه خورده سرگیجه داره. به ما گفتن که دوربینتون رو باید بذارید داخل کیفتون، اجازه نیست فیلم برداری بکنید به خاطر اینکه میفته داخل آب 100% اینجوری که رانندگی میشه. حالا ما دیگه نمیدونیم، میذاریم توی کیفمون، بعداً از بیرونش براتون فیلم میگیریم. خب ما تصمیم گرفتیم که دل بزنیم به دریا و این تیکه رو فیلم برداری کنیم براتون. آیناز خیلی هیجان انگیزه براش. Oh my god. آبشار است. نیست آبشار است. خیسه بود کرد. خیسه کیف داره آیناز؟ آره بس. اول نمیومد. خوبه؟ خیلی خوب همین بود تموم. بس بریم. نه دیگه مامانه خیس شد. نه بریم. خدا رحممون کنه. بس. نه دیگه بریم بازی دیگه فعلا بعد بازی. خب ما دوباره داخل صفیم. همونجوری که میبینید این دفعه داریم میریم قسمت اسباب بازی ها. اون قسمتی بود که چیزایی برای خانوادگی و تفریح و اینا بود. قسمت اسباب بازیایی که به طور کلی سوار میشن و اینا از اینجا هست که ما الان وارد خواهیم شد. برای دوستانی که نمیدونن تروه به زبان فنلاندی یعنی سلام، سلامت باشید. یه چیز توی همچین مایه‌ایه تروه. به شما عزیزی هم که الان ملحق شدی به ما تروه برو لایک کن. جلوه های طبیعی ما زمانی که بچه بودیم اینا رو میذاشتن پشت ویترینای مغازه داخل ایران. تازه اومده بود ما رفتیم زل میزدیم میگفتیم از کجا داره آب میریزه. الان اینجا بزرگش رو ساختن که بچه‌ها لذت ببرن. یه رودخونه مصنوعی هست این وسط. بعد اینجا رو نگاه بکنید اون که دیگه شهر میشه. آیناز هم که واقعا هیجان گرفتتش حسابی. آیناز چجوری آب میریزه؟ نمیدونم. اونجا هستش داره همون لکوه تو اون میبینید اون سبزه خب همون آبه رو میاره. آیناز متوجه شد. میگه اون وسط یه لوله اون لوله آب رو میبره بالا، از اونجا فقط میریزه پایین.
این هم که دیگه خودتون ببینید. من نمیدونم داستان اینا چیه الان داخل ایران. زمان ما خیلی به ندرت از اینا یافت میشد. 20 خورده سال پیش که ما ایران بودیم خیلی کم بود، ولی الان میگن خیلی زیاد شده. من نمیدونم. تو کامنت ها برام بنویسید که بهترین شهربازی که داخل ایران هست الان کجاست. اون زمان ما پارک ارم بود، ولی الان نمیدونم کجاست. پارک ارم تهران اون موقع بهترین بود، ولی الان دیگه هر شهری برای خودش مثل این که یه دونه داره و خیلی هم پیشرفته است همش. آره این هم منطقه‌ایه که ملت میشینن بستنی میزنن. به به بستنی گفتی. اینجام که پیتزاییه، اونم یه سری بازیای دیگه است. ما کلا بهتون ملحق میشیم. بریم ببینیم کجا میخوایم بریم بعدی. خب الان آیناز رو میبینیم که سوار فنجون شده، خیلی خوشحال، شاد و خرم. اینجا ما نمیتونستیم باش سوار بشیم. خب بهترم بود که سوار نشدیم، به خاطر اینکه بچه باعث میشه یه مقداری اعتماد به نفسش بره بالا و داخل اینجور موارد خودش تنهایی شروع بکنه. از 120 سانتی متر تا 140 سانتی متر میتونن سوار این بازیه بشن. با بخشای بعدی در خدمت شما خواهیم بود. خب آیناز اومده اینجا یخ در بهشت بگیره. همون یخ در بهشت خودمونه، بهش میگم مستر فان اسلاش. اینجا یخ آبی داره، گلابی داره، توت فرنگی داره، با مزه پاستیلی داره، تمشک، سیب سبز، لیموناد و کوکاکولا که آیناز طبق معمول همیشه توت فرنگی برمیداره. چطوره؟ بخور نوش جونه. خب این قسمتی رو که مشاهده میکنید ببینید چقدر زیبا، چقدر با فرهنگ نسبت به اون شرایط ما. ببین این ماهیا اومدن دارن اینو قلقلکش میدن. اگر که الان نمیدونم زمانی که ما ایران بودیم اگه اینجا بود داخلش پر از آشغال و نذر و نیاز و سکه و چه میدونم انگشتر و در پپسی و آشغالای مختلف که بتونید فکرشو کنید. آره بابا جون رنگی کمانی هم زده و برای اینجا ماشاءالله تمیز نگه می‌دارن ملت دیگه. قشنگ نگاه کن، ماهیاش اصلا نمیترسن، در سطح آب شنا کنن. به به خلاصه خیلی زیباست دیگه. ما هم یه جای به این شلوغی که همش ملت دارن میرن میان فرهنگشون اینقدر بالاست که اصلا اینجا آشغال نمیریزن. حالا من نمیگم که توی ایران خیلی بی فرهنگیم، خیلی ما انسان‌های با فرهنگ هستیم و رعایت نمی‌کنیم. متاسفانه این جا نیفتاده هنوز برای ما که بابا جون این جوجه ها رو رعایت کنیم. نظر نیاز تو این جوجه ها برآورده نمی‌کنه. چیز طبیعیه، نه اینجا کسی قرار بوده بیاد که مقدس باشه، نه قراره بره که مقدس باشه. رعایت کنید دیگه، بذارید زیبا بمونه. از این حالا ما کجا میخوایم بریم؟ میخوایم بریم سوار این اتوبوسه بشیم با آیناز. خب ببخشید اگر که تا اینجا فیلم بردارمون یه مقداری کیفیت بدتر بوده، به خاطر اینکه دست رفته بود روی یکی از دکمه‌ها اشتباه شده بود. این یه درخت سخنگوه که بچه‌ها رو جلب خودش میکنه. بریم نزدیک آیناز. ما قراره که سوار این ماشینا بشیم بریم کنار دریاچه تا بخوریم ببینیم که از کجا رد میشه. الان منتظریم که ماشین ما بیاد. این از ماشین ما فورد مدل تی. تو کامنت ها بنویسید که بلدید فورد مدل تی رو چجوری میرونید یا نه. میگم تو کامنت ها بنویسید. گیرست خیلی خوب خوش میبنده. خیلی خوب. به هر حال نوبت ما شد که بشینیم داخل این خیلی خوب.
ما شد که بشینیم داخل این ماشینا و دخترمون داره رانندگی میکنه. این هم از دریاچه است. البته این دریا نیست، دریاچه است. چه عظمتی، چه زیبا. این هم از شوفر ما. خیلی علاقه داره این شوفر ما به رانندگی. فقط فرمونش یه خورده‌ای میزنه تو سرعت. کافی بکنم. کافی بکنم. جاتون خالی. کاش که همه بتونن یه روزگاری همینجوری مثل ما که کیف میکنیم شاد بشن، خوشحال باشن، لذت ببرن از زندگی. بچه ما شوفر دستشم گذاشته پشت دنده قشنگ. دنده رو داشته باشه ایناست سرازیری. باریکلا. فرمونو بگیر. دست به دنده، دست به دنده، فرمون داشته باش. ترمز دستی بگیر. ترمز دستی ایناست. چه راننده فرمون رو ول میکنه. الان این مدل تسلا شد، خودش میرونه. شاید تو بعد میتونی کافی یا مخور. آره. به قول آیناز کافی میخواد از تجهیزات این ماشین کافی گرایندر هم داره که اون وسطش پر بدی برات کافی درست. بریم با بقیه‌اش همراه. ساعت به وقت محلی الان 5 دقیقه به 4 بعد از ظهر. جاتون خالی. ما رفتیم یه مقداری از این چیزا رو سوار شدیم، خانواده یه خورده تاپ خوردیم اینجاها. بعد الان تصمیم گرفتیم که بریم یه چیزی بخوریم. اینم از غذا. البته اینجا سالاد داره با پیتزا. فقط ما پیتزای مختلف رو برداشتیم. سالاد کورسلا برداشتیم با یه خوردن ذرت. مبلغش هم اگه بخواد بدونید چجوریه، بابت هر بزرگسال 14.50، البته به یورو 14 یورو 50 سنت. بابت بچه‌های زیر 3 سال مجانی بود. 3 تا 6 سال 7 یورو بود. از 6 سال تا 13 سال 9 یورو بود. بعدش هم که دیگه میرفت بالا. اگر اونایی هم که دوست دارن فقط بیان سالادشو بخورن، رژیمی بخورن، نمیخواد مبلغ 14.50 رو بدن، 12.50، 2 یورو ارزون تره برای کسایی که فقط میخوان سالاد بخورن. ما بریم غذامون رو بخوریم. با قسمت‌های بعدی همراه باشید. بله خب ما غذامون رو خوردیم. پیتزاش اوکی بود برای پیتزایی که ما خورده بودیم. پیتزام توش چیلی بود. آره پیتزایی که ما خورده بودیم از این خوشمزه‌تر هم خورده بودیم. ولی خب دیگه شهربازی آدم که نمیاد اینجا برای غذاش، آدم میاد اینجا برای تفریحاتش، در کنارش یه غذایی هم بخوره. ما پیتزاش هم امتحان کردیم، بد نبود. به نظر تو چه جوری بود فرناس؟ پیتزاش به نظرم نسبت به قیمتش بد بود. خب دیگه خشک بود با سوخته. آره چون آره و توش بود چیلی. آره برای آیناز نوشته بود که گوشت با آناناسه، ولی داخلش چیلی هم بود. خلاصه تو این بره. چندان چیزی که میگفتن نبود، ولی خب ما راضی هستیم. به هر حال غذامون رو خوردیم. الان برای اینکه غذامون هضم بشه داریم برمیگردیم میریم قسمت بالا ورودی که اومدیم، اون آکواریومی که اول شهربازی بود، چون اونجا به زودی میبنده. گفتیم تا نبسته بریم اونجا رو هم یه نگاهی بکنیم. با ما باشید.
خیلی خوب، اتفاقی که اینجا افتاد ما رفتیم آکواریوم رو دیدیم. به دلیل محدودیت‌های اجتماعی قسمتش بسته بود، وقت نشد، اصلا نمیشد. یعنی زنجیر کشیده بودن، نوشته بودن که فعلا تا اطلاع ثانوی تعطیله. بعد نگاه کردیم تو نقشه، دیدیم که این مزرعه‌ای که اینجا هست حیوانات زودی میخوام ببرم بخوابوننشون اینا، بریم اونجا هم یه نگاه بکنیم. آیناز علاقه زیادی داره به حیوانات مزرعه‌ای. گفتیم که خیلی خوب، حالا تا اونجا نبسته اونجا هم بریم یه سر بزنیم. با ما همراه باشید. خیلی خوب، این منطقه رو که می‌بینید مزرعه حیوانات هست. این هم دربونشه. بهمون خوش آمد گفت. یک جای زیبایی رو درست کردن که بچه ها بیان و مثل کتاب قصه ها با حیوان ها آشنا بشن، خاطره خوبی داشته باشن از بار اول. رو اینجا هم نوشته از اسبایی که بالای 500 کیلو هستن از روی این پل عبور نکنن و یعنی به فنا میره. اینجا بچه ها تجربه میکنن که سوار این رفت یا بلم یا چی بهش میگن، یه اسم خیلی خوبی داره تو فارسی. خلاصه روی این سوار بشن، با بند خودشون رو بکشن اون و یه تجربه جالب براشون اتفاق بیفته. این هم البته این مزرعه‌ای هم که اینجا می‌بینید بر طبق یک کارتون قدیمی فنلاندی درست شده، یعنی تمش برعکس اون، بر حسب اونه. که اونجا مثلا روی اون شیرگونی نگاه کنید، یکی از اون سگا اومده از پنجره داره بیرون نگاه میکنه. اینجا دو تا دیگه شون نشستن روی صندلی، اونجا چند تاشون دارن از پنجره نگاه میکنن بیرونو. کلا تم اینجا بر حسب اون کارتون درست شده. میریم که یه صحنه دیگه رو ببینیم. خب این قسمتی که میبینید اینجا یه مغازه اسباب بازی مانند درست کردن مثل شهر بچه ها که اینجا جنس بفروشن، مثلا خودشونو بزنن جای شخصیت های داستان. اونایی که یه مقدار خسته شدن، حوصله‌شون سر رفته، بهونه میگیرن میخوان یه جای آروم باشن، با مامانشون باباشون میان اینجا میشینن نقاشی میکشن، کار دستی درست میکنن. یه جای آرامیه، شبیه خونه مادر بزرگا میمونه. بوی خونه مادر بزرگا رو میده. اگر که براتون سواله که اینجا چه حساله داره، قشنگ سیستم کارتونای زمان ما. بعد برای اینکه خیلی قشنگ حس و حال بگیریم، حتی اینایی هم که تمیز میکنن لباس اینجوری میپوشن که بچه ها حس کارتون رو قشنگ درک کنن. آوازم میخونن بعضی وقتا. خلاصه کلا موقعیت رو شکل میده برای بچه ها. خب اینجا انواع اقسام گیاهای دارویی کاشتن، اسماش هم نوشتن برای بچه ها که آشنا بشن. جعفریه، راکونا، یه چیزی مثل ترخون خودمونه، یعنی نمیدونم چیه به فارسی. اونجا هم روزماری بود یا همون اکلیل کوهی، با اون یکی هم پونه هست. اینجا هم بقیهشه.
کومینا مثلا این زیره هست. خب الان نوبت آینازی که بیاد بره سوار اسب بشه. یه سکو اینجا درست کردن که بچه هایی که علاقه دارن واقعا سوار اسب بشن، اسب میاد این وسط پارک میشه، بچه ها چون کوچولو هن راحت بتونن سوارش بشن. یه دونه کلاه هم بهش دادن، زیر کلاهش هم براش به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی کلاه دادن گذاشته که سرش کثیف نشه. آره آفرین. اینجا هم پارکینگ اسباه، همون استبل خودمونه. اینجا اسبا رو شبا که میشه نگه میدارن. اینم کت اسبه است، در ورده اینجا داره زحمت میکشه. اینم اسبه داره با کالسکه میاد، دوتا بچه هم سوارن. اسبه انگار یه خورده خجالت میکشه از آیناس، روش نمیشه بیاد. Vielä oli kiito. Ei muuta kuin kiitiin vaan. Alright. Mä oon pienenä ratsastanut. Joo. Jotain 3 tai 2. Joo. Onko se valmis? خب این هم بخش پایانیه برای ویدیوی امروزه. گفتم که در جریان بذارم تو. آیناس خیلی خسته است، هممون البته خسته ایم. ساعت به وقت محلی آره 11:30 شب. دمای هوا همچنان 26 درجه است، ولی خب نمیدونیم چرا سرده، به خاطر اینکه شاید کنار دریاچه هستیم. پشت سرمون همونجوری که میبینید یک پارک بسیار زیبا و قشنگیه که کنار هتله. بعد هیچی دیگه، ما هم رفتیم کنار دریاچه، الان نشستیم یه غذای حاضری خوردیم، خیلی خوب بود، جاتون خیلی خالی. الان هم داریم میریم بقیه وسایلامون رو جمع بکنیم که دیگه بریم بخوابیم، فردا برگردیم داخل جاده ببینیم که داستان به چه صورت خواهد بود. اگر که هنوز ویدیو ما رو لایک نکردید، برای بار 300 برید لایک کنید. الان همه میرن دیسلایک میزنن. چه خبره؟ هی میگی لایک. همون یه پیشی بزنید. مامانیا دوست دارید تابوش با بابای هاپو. خیلی خوب، اینم از کامنت آیناز خانم. اگر آیناز رو دوست دارید عکس گربه بزنید. اگر از فرناز و صحبت‌های فرناز خیلی خوشتون میاد، طرفدار فرناز هستید، طاووس بذارید. اگر هم که صحبت‌های من براتون جذابه، یه عکس هاپو بذارید یا همون سگ. به هر حال خودتون، حالا یکی میره اونجا میگه من خروس میزنم، برو خروس بزن عزیزم. شما خودت بزن، یه چیزی بزن که ما لذت ببریم دیگه، بدونیم اظهار وجود کردی. دوست دارید همون دیگری همون اسباب بازی
بذار پیشی باره که تیکاره یا من سوستم. خلاصه این هم از داستان ما. خیلی ممنون که برنامه امروز ما رو هم تماشا کردید. تا یه روز دیگه یه برنامه دیگه که فردا قرار باشه. خداحافظ. ما که بریم بخوابیم، شما هم بزنید بقیه ویدیوها رو نگاه کنید، لینکش این بغله. ما چند روزه که الان توی سفریم. این تقریبا یه جورایی میشه بگی روز آخره، چون فردا دیگه داریم برمیگردیم طرف شهر خودمون. ولی خب به هر حال یه روزه که هنوز در سفریم تا برگردیم شهر خودمون. بعد خوش گذشته، جاهای مختلف فنلاند دیدیم. بنویسید داخل کامنت ها که از کدام قسمتش بیشتر خوشتون اومد، چه قسمت براتون جذابتر بود، از چه قسمت های از فنلاند دوست دارید براتون بیشتر ویدیو تهیه کنیم، از فرهنگشون، از فروشگاهاشون، از آداب و رسومشون، از چه میدونم قیمتاشون، چیزی که براتون جذاب تره. چون فنلاند یه کشوریه که نسبتاً با همه جای دیگه اروپا متفاوته. خیلی از فرهنگ کمونیستی دوران شوروی هنوز داخلش باقی مونده. با این حال کشور جمهوریه، جزء اتحادیه اروپا هست، یکی از موفق ترین کشورهای اتحادیه اروپا هست و اقتصاد خیلی قوی داره. در حال حاضر کشور سوسیالیستیه، چون حزبی که سر کاره سوشال دموکراته یا سوسیالی دموکرات به قول خودشون. روی همین حساب یه سری از اخلاقای قدیمی که داشتن هنوز مونده، یه سری هم از فرهنگ جمهوری رو داره. خلاصه بنویسید دیگه توی کامنت ها در مورد چیش میخواید بدونید. خیلی هم مثل بقیه کشورهای اروپایی سر زبون ها نیست که وقتی میگی اروپا تون یادت بیاد به فنلاند. یه همچین بگینگی زیرابی کار میکنن. ما هم رسیدیم به هتل، از کنار دریاچه قدمزنون اومدیم. شاد و پیروز باشید. تا بعد.